غمخوری نسبت به کودکان وظیفه هر یک شخص، جامعه و دولت است. بخشیده به روز بین المللی حفظ کودکان در ناحیه باباجان غفوروف سلسله چاره‌بینی ها دایر گردیدند. از جانب کارمندان ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه باباجان غفوروف، تبابت گیرندگان مؤسسه دولتی مرکزی ولایتی برقرارسازی و سالمگردانی کودکان عیادت گردیدند. برای دستوریکان دستورخوانی ایدانه و برای بولیده خاطری آنها تحفه ها تقدیم کرده شد. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سیاست خردمندانه خود به سطح و صفت تعلیم و تربیت نسل نوروز تامین حقوق و منفعت‌های قانونی آنها دقت مخصوص می‌دهند. روز بین المللی حفظ کودکان نه تنها روزی تاریخی بلکه ایامی به جامعه یادآور شدن از ضرورت رعایت و احترام حقوق کودک و فراهم آوردن شرایط برای تشکل جامعه انسان‌پرور و عدالت‌پرور است. زیرا کودکان نیاز به غمخوری دائمی دارند و کلانسالان در تامین نیاز و احتیاج آنها مسئولند. کودکان ثروت مهمترین آینده نیکی امروز و فردای ملت می باشند و غمخوری نسبت آنها وظیفه هر یک شخص، جامعه و دولت است و ما نیز کارمندان بخش ثبت اسناد حالاتی شهروندی ناحیه باباجان غفوروف اقدام گرفتیم که امروز به مؤسسه آمده تب کودکان را بولیده نماییم. باید یادآور گردید که در شعبه‌های مؤسسه دولتی مرکزی ولایتی برقرارسازی و سالمگردانی کودکان در ناحیه باباجان غفوروف برای تبابت و تامین سالمی این قشر جامعه تمامی شرایط‌ها مهیا کرده شده است. سه شعبه داریم. سه شعبه از بیماری‌های یعنی که یک شعبه بیماری اعصاب، یک شعبه بیماری‌های مزمن حوض نفس و شوش، یک شعبه بیماری‌های دل و تربات. این زمان 60 نفر کودک بستری کرده شده است. برای نگهبانی خودی باشندگان مرکز ما 74 نفر کارگر داریم. مطابق به قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان از جمله کودکس عائله جمهوری تاجیکستان، عائله، مادر و کودک تحت حمایت دولت قرار دارد. به قیدگیری کودکان نوزاد، بردن کارهای ترغیباتی عایدی مستحکمی عائله‌ها یکی از سمت‌های فعالیت کارمندان ثبت اسناد حالت شهروندی بوده. راه اندازی تدبیرهای گوناگون اجتماعی، دستگیری مادر و کودک مطابق به طلبات قانونگذاری را کارمندان این نهاد در ناحیه باباجان غفوروف مهم می‌شمارند.